یک بار با خود تفکر و فکر بکند که من سال گذشته چه چیزهایی را نداشتم و از الله میخواستم، الله این سال برای من را تهیه کرده است. یا با خود فکر بکند که ما چه چیزهایی در وجود ما وجود داره، چه چیزهایی را ما دارم که دیگران آرزو دارند وجود داشته باشند، چه چیزهایی در نفس ما هست، چه موفقیت های من داشتم که خیلی ها و دیگران آرزوی ایرا دارد که به همون منصب برسد. وقتی که انسان به این نتیجه برسد و یک بار با خود همینطور فکر و تفکر بکند که تمام اینها رحمت الله هست که برای من میرسد و به این فکر بکند که من چقدر گناهانی انجام دادم و الله همه آنها را پوشاند، یعنی برای کسی هم نشان نداد و برای من همیشه وقت فرصت داد تا اینکه من حتی اگر شب تا صبح با الله هم ملاقات بکنم، الله حرف من را بسیار به درستی گوش میکند. اگر من با خشوع و خضوع به طرف الله رجوع بکنم، الله همیشه وقت چیزهایی که من خواستم الله برای من داده است. پس وقتی که انسان به این نتیجه ها برسد که الله خیلی برایش مهربانی کرده است، الله این نفس ها را برایش داده است، این زندگی را به طور احسن و بهتر برایش داده است، انسان خیلی شکرگزار میباشد. باید انسان برای چیزهایی که از طرف الله برای او آمده است خیلی شکرگزار و سپاسگزار باشد. حتی برای مشکلات، هر مشکلاتی که از طرف الله برای ما می آید، هر اتفاقی که باشد، خواه از خواست دل ما نباشد، این هست از طرف الله. وقتی که اینها برای ما آمده است، پس الله بهترین برنامه را برای ما است. او بهترین برنامه ساز برای زندگی ما هست. او کسی که زندگی را برای ما بخشیده است، پس به طور بهتر و احسن هم این زندگی را برای ما برنامه سازی کرده است، این زندگی را برای ما جور کرده است. پس ما باید شاکر آن ذات باشیم که برای ما همیشه وقت رحمتش می‌ریزد و شاکر آن ذات باشیم که ما را خلق کرده و برای ما وقت داده است، برای ما مهلت داده است تا اینکه ما او را بندگی میکنیم و عبادتش را میکنیم و محبت او در قلب ما وجود دارد.